آقا مسلمون، آقای پزشکیان نهج البلاغه خون، قرآن خون، تو که ادعای مسلمونی داری به داد این مردم برس. مشکل مردم معیشته، مشکل مردم این تورم و گرانی پدر مردم در بوده. موتور سواری بانوا، فریب نخور، فریب دور و بریاتو نخور. تو همون پزشکیانی هستی که 20 سال پیش نه شاید کمتر نایب رئیس مجلس بودی، راجع به حجاب تذکر میدادی به دولت وقت. مصاحبت هست پخش شده که راجع به حجاب خود در دانشگاه چه پیگیریایی داشتی. یعنی الان اگر خانم ها سوار موتور بشن تمام مشکلات اقتصادی ما حل میشه، اگر همه بی حجاب بشن همه مشکلات ما حل میشه، اگر فسق و فجور زیاد بشه این وضعیت سینمای ما، این وضعیت سینمای خانگی ما، امام فرمودن ما با سینما مخالف نیستیم، با فساد و فحشا مخالفیم. الان چه اتفاقی داره میفته؟ دولت، مجلس، وزیر ارشاد، مجلس باید بره سراغ اولویت ها. این انحرافه. مجلس فریب نخوره، مجلس بره یه طرح معیشتی بده، یه طرح اقتصادی درست بده، این مشکل تورم رو حل کنه. وقتی دولت کوتاه میکنه مجلس ورود کنه. من بارها میشد تو نمایندگیم آرزوی مرگ میکردم. طرف وقتی میاد بهت میگه آقای رسولی نژاد من غیر از تو بعد از خدا غیر از تو هیچ چیز ندارم، از این در من ناامید برم بیرون، به خدا نابود میشم.